فکرش می‌کرد یه روز اینجا بیان اینجا آدم واسه خداییش کاری نداریم. اما این تجربه خیلی حالا که میدونم شما هم مثل فرشید و تیمو اهل سفر جاده‌ای شدید و دارید این سفر 21 روزه دور ایران رو تجربه میکنید، حتما از جاده نوردی لذت میبرید. بله، سفرهای جاده‌ای لطف دیگه‌ای داره واقعا. دقیقاً. نبرد چالدوران. بله، نبرد چالدوران 2 رجب سال 920 هجری قمری، یعنی اگه به میلادی بخوایم بگیم میشه 23 اوت 1514. یه روز خیلی تعیین کننده. واقعاً فراتر از یه درگیری نظامی بوده انگار، نه؟ قطعاً. ببینید این جنگ مسیر تاریخ ایران، عثمانی و خب کل منطقه خاورمیانه رو عوض کرد. یه نقطه عطف واقعی بود. میخوایم سعی کنیم یه نگاه چند بعدی داشته باشیم. انگیزه‌های سیاسی، مذهبی، نظامی، استراتژیک، همه رو کنار هم ببینیم. بفهمیم چرا چالدوران اینقدر مهمه توی تاریخ منطقه، توی تثبیت مرزها، حتی شکل‌گیری هویت‌ها. و تلاشمون اینه که یه تصویر متعادل ارائه بدیم تا جای ممکن. و اینم بگم که خیلی خوشحال میشیم اگه شما شنونده عزیز نکته‌ای دارید، اطلاعات بیشتری دارید یا فکر میکنید جایی نیاز به اصلاح داره، حتما توی کامنت ها بهمون بگید. حتما، تبادل نظر همیشه خوبه. عثمانی یه قدرت سنی مذهب جا افتاده قوی توی آناتولی و بالکان. و از طرف دیگه اینور ماجرا دولت تازه تأسیس صفوی توی ایران. شاه اسماعیل اول بنیانگذارش بوده و یه کار خیلی بزرگ کرده. شیعه 12 امامی رو مذهب رسمی اعلام کرده. که این خودش یه اتفاق فوق‌العاده مهم و تنش‌زا بود برای اون دوره. شاه اسماعیل هم شخصیت جالبی داشته. از رهبری یه طریقت صوفی صفویه رسیده به پادشاهی. با کمک کی؟ همین قزلباش‌ها. نیروهای نظامی قبایل ترکمان که بهش وفادار بودن. قزلباش‌ها خیلی نقش داشتن توی به قدرت رسیدنش. و خب این اعلام تشیع به عنوان مذهب رسمی و تلاش برای ترویجش، اونم فعالانه، نمیتونست بدون واکنش باشه، مخصوصاً تو مرزهای عثمانی. دقیقاً. چون خیلی از همین قبایل ترکمان توی آناتولی شرقی، یعنی مناطق هم‌مرز با ایران، خودشون گرایش شیعی داشتن یا حداقل سمپاتی زیادی به صفویه و شخص شاه اسماعیل داشتن. یه جور حالت مرید و مرادی. که این برای عثمانی‌ها فقط یه بحث مذهبی نبود. یه تهدید امنیتی جدی بود. نیروهای بالقوه طرفدار دشمن داخل مرزهای خودشون. اولش زمان سلطان بایزید دوم پدر سلیم، عثمانی‌ها یکم محتاط‌تر بودن، سعی می‌کردن مدیریت کنن اوضاع رو. ولی پسرش سلطان سلیم اول انگار نگاش فرق می‌کرد. سلیم خیلی منتقد سیاست پدرش بود. معتقد بود صفوی‌ها یه خطر حیاتی و باید جلوشون رو گرفت. همینجاست که دیگه عوامل مختلفی دست به دست هم میدن و کار رو به جنگ میکشونن. خب بیاین این عوامل رو باز کنیم. اولین و شاید مهمترینش همین اختلاف مذهبی بود. بله، شکاف ایدئولوژیک و مذهبی.
ببینید اختلاف سنی و شیعه که خب سابقه داشت، اما حالا تبدیل شده بود به سیاست رسمی دو تا دولت بزرگ. این خیلی فرق می‌کرد. سلیم خودش رو چی میدید؟ سلیم خودش رو خلیفه مسلمین و مدافع اهل سنت میدید. صفوی‌ها را رافضی، ملحد، بدعت‌گذار میدونست. اینا رو تو نامه‌هاش به شاه اسماعیل هم نوشته. لحنش خیلی تنده. یعنی جنگ رو یه جور جهاد مذهبی میخواست نشون بده؟ دقیقاً. سعی داشت اینجوری توجیهش کنه. نه صرفاً یه جنگ سیاسی برای قدرت و سرزمین. پس این یه بعد ماجراست. بعد دیگه همین نگرانی امنیتی که گفتید. نفوذ صفویه بین قزلباش‌های آناتولی. بله، تهدید امنیتی. این نفوذ چطور خودش رو نشون میداد؟ با شورش. مهمترینش شورش شاهقلی بود. سال 1511. شاهقلی کی بود؟ یکی از مریدان صفویه بود. تونست کلی از ترکمن‌های ناراضی آناتولی رو جمع کنه دور خودش، یه قیام بزرگ راه انداخت. بخشای زیادی از آناتولی رو برای مدتی کلاً به هم ریخت. عجب. آخرش سرکوب شد البته، ولی خب عثمانی‌ها فهمیدن قضیه چقدر جدیه. فهمیدن این نفوذ صفویه چقدر میتونه خطرناک باشه. انگشت اتهام هم رفت سمت شاه اسماعیل که اینا رو تحریک میکنه. کنار این مسائل بزرگ سیاسی و امنیتی، انگار یک کینه و رقابت شخصی هم بین خود سلیم و اسماعیل بوده. 100% خصومت شخصی رو نباید نادیده گرفت. سلیمان خیلی با تحقیر به شاه اسماعیل نگاه میکرد. یه جورایی اونو جوون و بی تجربه و مغرور میدید. و اون قضیه سر شیبک خان ازبک. شیبک خان دشمن هر دوتا بود. شاه اسماعیل شکستش داد و کشتش. بعد سر بریده‌شو یا پوست سرشو که پر از کاه کرده بود فرستاد برای بایزید پدر سلیمان. این توی دربار عثمانی توهین خیلی بزرگ تلقی شد. کینه سلیمان رو بیشتر کرد. اوضاع مرزها هم پس متشنج بود. بله، مناقشات ارضی و تحریکات مرزی هم بود. سلیمان که به قدرت رسید از شاه اسماعیل چند تا چیز خواست. یکی این که شاهزاده مراد برادرزاده‌اش که رقیبش بود و به ایران پناه آورده بود رو تحویل بده. و یکی هم مناطق مرزی مثل دیاربکر رو خالی کنه. دقیقاً. شاه اسماعیل هم هر دوتا درخواست رو رد کرد. این یعنی چی؟ یعنی من سلطان جدید رو به رسمیت نمیشناسم یا جدیش نمیگیرم. حتی پیام تبریک هم نفرستاد وقتی سلیمان شاه شد. درسته. این هم خودش یه حرکت معنادار بود توی اون دوره. بعدش دیگه تیر خلاص رو یکی از فرمانده‌های قزلباش زد. نورعلی خلیفه. سال 1512 حمله کرد به عمق خاک عثمانی تا شهر توقات رفت و اونجا رو غارت کرد. این دیگه تقریباً اعلام جنگ بود. ترس از قدرت گرفتن صفوی‌ها، اختلافات مذهبی که خیلی سیاسی شده بود، نگرانی امنیتی از قزلباش‌ها، کینه شخصی و این تحریکات مرزی. نامه‌های سلیم پر از فحش و تهدیده. خودش رو قاتل کفار و مشرکین مینامه، شاه اسماعیل رو مسخره میکنه، تهدید میکنه که ریشتون رو میکنم، بر سر هر دار سر یک صوفی تاجدار آویختن. خیلی تهدیدهای خشنیه. جوابهای شاه اسماعیل چطور بود؟ آرومتر، ادیبانه تر، ولی نیشدار. مثلا شکست بایزید اول از تیمورلنگ رو یادش میندازه که یعنی شما هم همیشه پیروز نبودید ها. و اون قضیه قوطی تریاک، یه جعبه طلایی پر از تریاک فرستاد، یه جورایی کنایه که این حرفات از سر نشگیه. توهین خیلی سنگینی بود. این نامه‌ها قشنگ نشون میده چقدر آتیش دشمنی تند بوده. خب این همه مقدمه و جنگ روانی تموم میشه و ارتش‌ها بالاخره میرسن به هم. دشت چالدوران 23 اوت 1514 یا همون 2 رجب 920 قمری نزدیک خوی امروزی. تصور کنید صحنه رو. 2 ارتش عظیم روبروی هم. مخصوصاً ارتش عثمانی. آمارها خیلی متفاوته ولی خب همه میگن عثمانی‌ها خیلی بیشتر بودن.
100-120,000 نفر. در مقابل صفوی‌ها که شاید حداکثر 80,000 بودن، بعضی منابع حتی خیلی کمتر، مثلا 29-30,000 نفر هم گفتن. این اختلاف نیرو خیلی مهمه. تجهیزات و تاکتیک هم فرق میکرد. عثمانی‌ها ارتش مدرن اون زمان رو داشتن. پیاده نظام منظم و آموزش دیده، ینیچری‌ها، توپخانه سنگین، تفنگای زیاد. صفوی‌ها بیشتر متکی به سوار نظام قزلباش بودن. جنگجوهای فوق‌العاده شجاع، فداکار، ماهر در شمشیرزنی و تیراندازی با کمان. ولی سلاح گرمشون خیلی کم بود. تقریباً هیچی در مقابل عثمانی‌ها. قبل از جنگ توی هر دوتا اردوگاه هم بحثایی بوده سر استراتژی. بله، توی اردوی صفوی اختلاف نظر جدی بود. فرمانده‌هایی مثل نورعلی خلیفه و محمدخان استاجلو که خب تجربه جنگ با عثمانی رو داشتن، میگفتن باید سریع حمله کنیم، غافلگیرشون کنیم، قبل از اینکه توپاشون رو کامل مستقر کنن. میدونستن نقطه قوت عثمانی همین سلاح گرمه. منطقی به نظر میاد. ولی خب شاه اسماعیل و دورمیشخان شاملو، یکی دیگه از فرمانده‌های بزرگ، نظرشون فرق داشت. شاه میگفت حمله به دشمنی که هنوز آماده نیست ناجوانمردیه. یعنی من راهزن نیستم که شبیخون بزنم. از نظر اخلاقی شاید قابل دفاع باشه، ولی از نظر نظامی خیلی‌ها میگن اشتباه بزرگی بود. یه فرصت طلایی رو از دست داد. خودی چقدر مونده؟ جو تا خود 1 ساعت و 40 دقیقه. 1 ساعت و 40 دقیقه. خود بعد خود تبریز چقدر؟ خود تبریز مرکز شهر این بود داریم؟ آره بسید که کلن 4 ساعت از اینجا. چند ساعت الان؟ یه رو به 12. توی اردوی عثمانی چی اونجا هم بحث بود؟ اونجا هم بود. سپاه عثمانی خسته بود از راه طولانی. بعضیا میگفتن استراحت کنیم. ولی پیری محمد پاشا وزیر سلیمان اصرار کرد که نه، باید فوراً حمله کنیم. نباید فرصت بدیم به صفوی‌ها. سلیمان هم قبول کرد. خب بریم سراغ آرایش جنگی. عثمانی‌ها چطور صف کشیدن؟ اونا یه آرایش دفاعی خیلی حساب شده داشتن. مرکز سپاهشون ینیچری‌ها بودن. پشت یه سری گاری و مانع دفاعی. توپاشون هم زنجیر کرده بودن به هم که نشه جابجاشون کرد. و جنگ شروع میشه. اولش انگار قزلباش‌ها خوب پیش رفتن. بله، اولش خیلی خوب بودن. سوارای قزلباش با اون شجاعت و سرعتشون ریختن سر جناح راست عثمانی. حسابی به همشون ریختن. حتی خودشون رو تا نزدیک جایگاه سلیمان هم رسوندن. خود شاه هم وسط میدون بود. شخصاً علی بیگ ملوق‌چغلی یکی از فرمانده‌های مهم عثمانی رو کشت. یه لحظاتی به نظر می رسید شجاعت قزلباش‌ها داره جبران میکنه کمبود نیرو و سلاح رو. ولی این موفقیت دوام نیاورد. چی شد؟ نقطه عطف جایی بود که مرکز سپاه صفوی به فرماندهی خود شاه زد به قلم سپاه عثمانی. یعنی دقیقاً جایی که ینیچریا و توپ‌ها بودن. و با اون دیوار آتش روبرو شدن. دقیقاً. آتش توپ‌ها و تفنگ‌ها وحشتناک بود. میگن توپ‌ها 7 بار متوالی شلیک کردن. هوا پر از دود و بارود شد. اسب‌ها رم می‌کردن. سوارا کاری نمیتونستن بکنن جلوی این حجم آتش. طرفات قزلباش‌ها اینجا خیلی سنگین بود. شاه اسماعیل هم همینجا زخمی شد. بله، همینجا بود که زخمی شد و اسبش هم گیر کرد توی زمین گلی و باطلاقی. داشت اسیر میشد که اون قزلباش فداکار پیدا شد. سلطان علی میرزای افشار خیلی شبیه شاه بود. عثمانی‌ها حواسشون پرت شد، رفتن سراغ اون. گرفتن، اسیرش کردن. تو همین فاصله یکی دیگه به اسم خضرآقا اسب خودشو داد به شاه. شاه تونست با یه عده کمی حدود 300 نفر فرار کنه. عجب داستانی. و سلیم هم دنبالشون نکرد؟ نه، دستور تعقیب گسترده نداد. هم میترسید تو کوه‌ها کمین خورده باشن، هم سپاه خودش خسته بود و تلفات داده بود. همین پیروزی براش کافی بود فعلا. خب جنگ تموم شد. نتایج اولیش چی بود؟
شکست سنگین صفویه. بله، یه پیروزی قاطع نظامی برای عثمانی. صفوی‌ها خیلی از فرمانده‌های اصلیشون رو از دست دادن. محمد خان استاجلو، فرمانده کل قوا، کشته شد. خیلی از امرای بزرگ قزلباش کشته شدن. حدود 2000 نفر تلفات دادن که بیشترشون نیروی اصلی و ضدشون بودن. تلفات عثمانی چقدر بود؟ اونها هم تلفات داشتن، شاید حدود 3000 نفر. چند تا فرمانده مهم رو هم از دست دادن. ولی خب با توجه به بزرگی ارتششون این تلفات قابل تحمل‌تر بود. بعد از جنگ سلیم رفت تبریز، پایتخت صفوی‌ها. بله، رفت تبریز، 8 روز اونجا موند. ولی خب خیلی نتونست بمونه. هم مردم مقاومت میکردن، هم آذوقه کم بود. چون صفوی‌ها عقب نشینی میکردن، یه جورایی سیاست زمین سوخته رو اجرا کردن. و ینیچری‌ها هم ناراضی بودن؟ بله، ینیچری‌ها میترسیدن تو خاک دشمن بمونن. زمستون هم داشت میرسید. غرغراشون در اومد و سلیم مجبور شد برگرده. ولی قبلش اون کار مهم رو کرد. بردن هنرمندها و صنعتگرها؟ بله، هزاران نفر هنرمند، صنعتگر، عالم، تاجر تبریزی با خانواده هاشون همه رو کوش داد به استانبول. یه ضربه بزرگ فرهنگی و اقتصادی به تبریز بود. یه غنیمت بزرگ برای عثمانی. تقریباً مرز ایران و عثمانی همین جاها مشخص شد برای قرنها. شاید جنگ ادامه پیدا کرد ولی دیگه صفویان نتونستن خیلی بیان این طرفتر به سمت غرب. کنترل عثمانی رو آناتولی شرقی و شمال عراق تثبیت شد. از نظر مذهبی چی؟ جلوی گسترش تشیع رو گرفت؟ جلوی گسترش نظامی تشیع صفوی رو به سمت غرب گرفت، بله. ولی مهمتر از اون حاله تقدس و شکست ناپذیری شاه اسماعیل بود که ضربه خورد. قزلباش‌ها شاه اسماعیل رو مرشد کامل می‌دونستن، حتی بعضی‌ها نیمه خدا. شکست چالدوران این تصویر رو خراب کرد. میگن خود شاه هم بعد از این شکست دیگه اون آدم سابق نبود. روحیه‌ش رو باخت. بیشتر رفت سراغ شکار و تفریح. انگار اون کاریزمای اولیه‌اش کمرنگ شد. چالدوران یه درس بزرگ بود. نشون داد برتری با سلاح‌های آتشینه. صفوی‌ها فهمیدن باید ارتششون رو مدرن کنن. اصلاحات نظامی بزرگی که بعداً زمان شاه عباس اول انجام شد، مثل تشکیل توپخانه و هنگ تفنگچی، ریشش تو همین شکست چالدورانه. بعدش هم پرتغالیا هرمز رو گرفتن تو جنوب. سلیمان هم خرید ابریشم ایران رو تحریم کرد. همه اینا احتمالاً فشار اقتصادی روی صفویه رو زیاد کرد. چالدوران یه دشمنی عمیق بین ایران و عثمانی کاشت که قرنها طول کشید. کلی جنگ دیگه بعدش اتفاق افتاد. از طرف دیگه این شکست باعث شد دشمنای دیگه صفویه مثل ازبک‌ها تو شرق جری‌تر بشن و حملاتشون رو بیشتر کنن. پس واقعاً چالدران فقط یه روز جنگ نبود، یه نقطه عطف بزرگ بود که نقشه سیاسی، مرزهای مذهبی، حتی مسیر فرهنگی و نظامی منطقه رو عوض کرد. و برای شمایی که الان دارید تو همین منطقه شمال غرب ایران سفر میکنید، جالبه فکر کنید که همین دشتا، همین کوهها شاهد همچین اتفاق عظیمی بودن. رد پای اون روز هنوزم حس میشه تو تاریخ و فرهنگ اینجا. سفرتون بی خطر باشه.